یه بار دیگه. نمیتونی تو بدنم. بفهم شما. یه بار دیگه. خانم دکتر اومد. این آقایی که میبینید بابامه، سفر پالانی. بابا سفر از جوانی بعد از دیدن فیلم شعله عاشق سینمای بالیوود و هندوستان شد و آرزوش اینه که به اندازه یه پلان هم که شده مقابل اسطوره خودش آقای باچان بازی کنه. برای همین رفت پی بازیگری. مولوک خانم مامانمه. در مورد اختلاف سن مامان مولوک و بابا سفر چیزی نمیتونم بهتون بگم. بابا سفر در کنار هنروری بازیگری یه کار دیگه ای هم داره. میبینی؟ گم شدت کجاست؟ میری سراغ پسرم پشت خونش یه انبار، در انبار رو باز میکنی، اونجا وسیلتو برمی‌داری. تو خونواده ما هیچ کس اعتقادی به کارهای بابا نداره ها. البته که بابا میگه نیازی هم به پولش نداره. میگه من فقط میخوام امید به دل جوانای محل زنده بشه. دم در پولتو بده. مولوک خانم دستتون درد نکنه. میزنم به حسابتون. خیلی خوب. مامان مولوک هم هر از گاهی بابا رو همراهی میکنه. تمامی اعضای خانواده پالانی تو کار سینما هستن، به غیر از داداش شاهرخ هم همونطور که میبینید کارش ارسال قلیون به صورت آنلاین به مشتریاشه، البته با موتور. اینم منم شعله، سوگلی بابا سفر. شغلم هم منشی صحنه سینماست. حتما با خودتون میگین چرا اسم من شعله است. دیگه خودتون بعد یه جوری متوجه شده باشین دیگه. بابا سفر اسم همه خانواده رو ربط و روب داده به سینمای هند. آقا ناصر بگو سلمان اسد برم بیرون عقاب. دکتر کاویانی به بخش پذیرش. خواستم با مادرتون صحبت کنم اما گفتن تشریف ندارن. برای همین شما رو خواستم که در جریان بذارم. همونطور که مطلع شدید پدرتون دچار سکته قلبی به خاطر مسدود شدن یکی از رگاش شده و باید آنژیو بشه. بابا سفر. الهی قربونت برم بابا سفر. البته این عمل پدرتون موفقیت آمیز خواهد بود. خدا رو شکر. اللهم اشف کل مریض. الهی آمین. برای یه چیز دیگه خواستم. ای بابا خانم دکتر چرا قطره چطوری آمار میدی؟ کامل بگو. چی خانم دکتر؟ دکتر آمادگیشو داریم بگو. یه لحظه گریه نکن، احساساتی نمیشه ببینیم. مشکل خاصی برای خودت به وجود اومده؟ من آدم
احساساتی هستم و راستش پدرتون دچار سرطان پیشرفته پروستات شده و تا 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. پروستات بابا سفر؟ بله. 2 ماه؟ بله. داداش پروستات چیه دیگه؟ عاشق زده بود. حالا به امیر کی میخواد بگه؟ از همون لحظه‌ای که فهمیدیم بابا سفر 2 ماه دیگه بیشتر پیشمون نیست، یه پامون تو خونه است و یه پامون تو بیمارستان. شله نمیخوای به مامان ماجرای بابا رو بگی؟ تو که نمیگی، سلمان که نگفته، شاهرخ هم که نگفته. من بخوام بگم خیلی زشته، من عروسشم. با چجوری بگم این 2 مرغ عاشقن؟ میدونم اصلا پس بیفته. ببین خبر بعد آروم آروم میگن، نم نم میگن، یهو نمیگن که طرف ناراحت شه. ببینم چی کار کنم. خیلی آروم آروم. مامانی که میشناسی، یهو خدا نکرده قلبش میگیره. مامان دست درد نکنه، الهی شد. مینا دستگاه سفره بده. نمیخواد سفره‌ام رو جمع کن بده. من میگم خلاصه تو این مدت همه اعضای خانواده با چشمای گریون و قلبی پر از اندوه سعی کردیم تا اونجا که ممکنه بابا سفر رو به خواسته ها و آرزوهای ریز و درشتش برسونیم. خب بیاین اینجا ببینم. جونم بابا. بچه‌ها بیاین، بابا سفر دستور داد. شعله خانم. یا خدا. بفرما خان. فیلم شعله برای من مهم. شعله رفته تو پی و گوشت و استخوان. چرا شده شعله؟ چون من خواست. شعله برای من یعنی زندگی. آمیتا یعنی خود زندگی، حتی جلوتر از زندگی. 100,000 بار دیگه هم بگم باز کم گفتم. شعله فیلم مهمی است. چند بار دیدینش تا الان؟ 80 چی شد؟ چند بار فیلمش ساکت اینقدر داده بیداد نگو بابا. سرم رفت ولشون کن. بذار برم پی کارشون. باز شروع کردی بابا. بذار برم پی کار زندگیشون برسن. برنشون بریم پی کارتون. بابا این فیلمی که این میگه 20,000 دفعه دیدین. شعله رو دیدین. چقدر میشینیم پای حرف این؟ گوش کن. بازیگری مهمه. زندگی بازیه. تو هم باید بازیگر باشی. تو خیلی خوب. آخر عمریه. من خودم عاشق جبار سینگ بودم. چرا؟ برای اینکه 1 بارم که شده جلوی آمیتا بازی کنم. باورتون میشه؟ شاهرخ خان. جانم بابا. تو بشو جبار سینگ. به قیافه لعین اوورکتت هم میاد. چه چور. سلمان خان. بابات جونم آقا جون. تو شعله رو بازی. نه که نخوام و نمیتونم. باید زبون درازی نکنه. میگه سر میز ما بیا آخه. قشنگ داره میگه. سر میزش برو. نقشو باور کن. کش آقا. شعله. برای تو هم دارم. بله پدر. تو هم بشو آمیتا بچه. خوشبالت باز خوبه. باز سوپر استاره به تو اومد. منم میشم ویجنتی مالا. پس برید بشید بیایید. تک تیراندازان بقیه باشن. شما همه تو تک تیرانداز. برید بینم. ببین مرد چه کارایی وامی داری اینا رو. منم برم بشم ویجنتی مالا و بیام. آخ بچه. دوست من بچه.
شغل واسه بابا باید یه کاری بکنیم. چی کار میتونیم بکنیم؟ کاری از دستمون بر نمیاد جز اینکه براش دعا کنیم، ببریمش دکتر بیاریمش. چی کار میتونیم بکنیم؟ بابا مریضیشو نمیگم که. آرزوش واسه همبازی شدن با باچان. تو هندیت خوبه یه حرکتی بزن دیگه، یه ایمیلی بده، برو تو اینستاش ببین کیو تک کرده، ایجنتی چیزی، یکیو پیدا کن. به نظر من جواب میده این قضیه. جدی میفرمایی؟ جدی میفرمایی؟ آره جدی میفرمم. بانمک دارم در مورد بابا میگم ها، حقش نیست اینجوری بره. خدایی نکرده بره آرزو به دل، ما قصه میخوریم ها. زبونتو گاز بگیر. خب یه کاری بکنیم فردا بگیم کاش این کارو میکردیم، کاش اون کارو میکردیم. الان که زنده از آخر نفسش بکنیم این کارو. باور کن شغل جواب میده. اینا خیلی انسانن. ایمیل بزن قضیه بابا سفر رو براش تعریف کن. اینا هندی بندی ان دیگه، یهو جو میگیرتشون میان. ما گفتم. و اما ایشون که ملاحظه میفرمایید آقا اسده، بچه محل و دوست دوران بچگی سلمان، خیلی پسر خوب و دوست داشتنیه. تازه 1 سالم من بزرگتره، اما نمیدونم چرا خودش به این موضوع اصلا توجهی نداره. ولی چون پسر خوبیه و دوست سلمانه و 1 سالم من بزرگتره، ما تو هر پروژه فیلمبرداری که میریم اونم با خودمون میبریم. خیلی هرس دراره ها. میفهمید که چی میگم. ببین چه عکسی ازت گرفتم. چه خوب شده. نمیدونی کی آف میشیم؟ سلمان تو نمیدونی؟ چه میدونم. آخه امشب یه تئاتر خفن دعوت بودیم، گفتم بریم ببینیم با هم. نه من اصلا جون ندارم. اصلا چه حالی داره میخواد بره تئاتر؟ آره شدیم. شعله خانم. سلمان جون سلام. سلمان جون داشت. تسلیت میگم. شعله خانم تسلیت میگم. خب یادتون اون سفری که وقتی میاد تو محل همه یه مشت تو سوراخ خواهیم شد. نه دیگه مگه دکتران گفتن سرطان داره، دوما دیگه میمیره دیگه. دوما دیگه است. این چه مدل همدردی آخه سکته دادی ما رو. گفتم هیچی دیگه بابامون رفت. آشور ایمان داره لوازم تحویل میگیره. برو رسید بده بهشون. کی از کجا فهمیدی؟ کی به تو گفت؟ مولی خانم صبح نناقه گفت دونم به من دیگه. خیلی خب برو. محل ما رو نگاه کن. بهت میگم تلسکوپ گذاشتن تو خونمون. به به ببین کی از راه رسیده. ایشون امیرخان داش بزرگ است. همین الان هم از هندوستان داره برمیگرده. البته ناگفته نماند که ایشون رفته هند و بازیگر شده. این در چرا بازه؟ نکنه برای پدر اتفاقی افتاده؟ شارخ، سلمان، مادر، من اومدم. کجایین؟ این زیرش کجه؟ نه زیرش صاف باشه وای میسه. هندوستان زن هندی نگرفتی؟ من به افقهای دور فکر میکنم. ازدواج جلوی پیشرفت منو میگیره. طرفدارام ریزش بدیم. بهرام رادانی مگه؟ من تو سینما یه جورایی برای خودم بهرام رادان هستم. زید مید هم نداری نه؟ نمیفهم چی. زید مید هندی. چیکار کردی سینما؟ اوله یکی 2 تا کار مدیر تولیدی رو بهم دادن ولی هنوز خبری نیست. تدارکات هم هنوز. مدیر تدارکات هم هنوز. چیکار میکنن؟ چی کارش همینه؟ مدیر کافه. چه کارش همینه؟ یعنی چی؟ چاقره دیگه. قلیون چاق میکنه میده دست مردم. قلیون چاق میکنه میده دست مشتری. براش صحبت کرده بودم با رضا مقصودی بره وایس دستیار 3. رو زده بودم بهش. رضا مقصودی فیلم بردار؟ به جون داداش ریش گرو گذاشتم. 1 سال دووم میآورد پیشش فوکوسکش شده بود دستیار 1. سرت. به آرزوی بابا فکر میکردی. ما هممون تو سینماییم، تو رفتی چاقر شدی؟ بهتره که برای خودم کار میکنم. آدم خودمم. روپا خودم وایسادم. بچه‌ها بالاخره ایجنت آمیتابھ بچان رو پیدا کردم. خودشو؟ نه بابا ایمیلشو. ایجن دیگه چیه؟ باز این حرف زد. ایمیل آمیتابھ بچان رو برای چی میخواین؟ برای پروستات بابا. مگه نگفتی شعله بهش؟ آمیتابھ بچان واسه پروستات بابا. جبروتشو که داغون نکن که. میخوام کمکمون کنه. ببینم شما آمیتابھ بچان رو میخوای چرا من نگفتی؟ من باش داداشیم. ما با هم میرفتیم کله پاچه تو بمبئی میخوردیم.
آمیتا پاچان، شاهرخ خان، سلمان خان، بلو. امیر خان، همه داداشیای منن. ما با هم 1000 جا رفتیم. تو چرا من سینمای نیفتی؟ هند شده بلوف. بلوف چیه؟ تلفنشو داری دیگه؟ یه زنگش بزن. تلفنشو داره. امیر وجه تو از پیه هی پاشیم بریم تو ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. پاشیم. administration. This is Polanis family. وایسا یه دقیقه بس ببینم یه ایراد نداره. ایراد نداره، من ترجمه کردم. چی میگه؟ Sincerely Polani family. اوکیه. مبارکش. هفتی که تو حرف اونو گوش میدی، میگه فوروارد نشو. منو نمیدونه فرق فوروارد و سنت چیه. اینم چای سیلان کلکته. سیلان تو کلکته؟ آره کجاست بچه؟ بیا بخور. مرسی داداش. همین. دکترها چی گفتن؟ دکترها همونیو گفتن که شعله بهت گفت. داغ دلمون رو تازه نکنید. شعله چیزی به من نگفته. گفته فقط حال بابا خراب بلند حال شو بابا بیا. خرابه. مرسی اومدی. چه خبر؟ جان داریم در مورد بابا حرف میزنیم. تو میگی چه خبر از هند؟ خوبی؟ بابا مهمتره یا هند؟ خودت گفتی داغ دلمون رو تازه نکن. برای پروستات بابا فقط باید دعا کنی. پروستات؟ جان مگه بابا پروستات داره؟ آره متاسفم. چه پروستاتی؟ پروستات دیگه. پروستات چه پروستاتی نداریم. پروستات نوع آ. من نمیفهمم این حرفا یعنی چی. بابا داره پرتو درمانی میشه. معنیش مشخصه. همین ماه دیگه بیشتر زنده نیست. چی دارین میگید؟ چی دارین میگید؟ پروستات، سرطان، این حرفا رو من نمیفهمم. واضح به من بگید. چرا با آدم بازی میکنید؟ چرا نمیفهمید؟ بابا داره میمیره. خفه شو! داداش چرا داداش؟ داداش امیر جان این عکس‌ها چیه؟ گوشیه داداش دست تو چیکار میکنه؟ یعنی چی؟ ببینم. اینا عکسای پشت صحنه است. همین غلطا رو میکنی تو هند دیگه. رفته تو هندوستان فلافل میفروشه. این عکس پشت صحنه است والا. نقش فلافل فروش بازی کردم. نقش فلافل فروشه. بش بده. این دیگه یه نقشه. من نقش فلافل فروش بازی باز کردم. بود. گوشیش باز بود اتفاقی خیلی خوب. بچه‌ها گوش کنین چی میگن. خبر دارم براتون. چه خبری؟ بگین چی شده. چی شده؟ ایجنت پاچان جواب ایمیلمون رو داده. راست میگی؟ والا واسه برات بگم. بگین چی نوشته؟ چی نوشته؟ ضمن عرض تشکر و قدردانی از شما به نشان ادای احترام به جناب آقای پاچان. کتابی نگو. اینا یه گروهی دارن، یه گروه پزشکی دارن. برای اینکه ببینم ما داریم راست میگیم پرونده بابا رو خواستن که ما براش قبول کردن یا نه؟ قبول کرد یا نه؟ قبول کردن. قبول کردن. آقای وزیری یه لحظه تشریف بیاد. چیه بابا ناصر؟ چیه صدا میکنی آقای وزیری آقای وزیری؟ درود بگردم. الان 2 هفته است قراره به من پول بدی. من امشب پول نبرم خونه. زنم رام نمیده خونه. خب تو که الان اوضاع من نمیدونی چجوریه. اسپانسر همه پشت من خالی کرد. فقط یه نفر داره کمکمون میکنم ریزی ریزه میرسونه. من الان چیکار کنم؟ الان شما برو کاری که من میگم انجام بده. عوامل جمع کن بیا کارت دارم من. بودو. سلام. چطوری؟
تو اینجا بشینی؟ حالا این چقدر نچسبه. نچسبتر از تو یکی نیست. حواسم بهت هستا، سر فیلم برداری هم تو لاک خودتی. بهتر از توی که سرم تو لاک بقیه باشه. الانم پاشو برو، میخوام تنها باشم. اوقات تلخی نکن، بخور. مرسی، میل ندارم. بخور دیگه دختر، چقدر تو بد اخلاقی. بخور. جان بفرما، تعارف نکن. بگو چیو؟ شماره تو. نمیدم. اونو که باید بدی. شعله باید نداره ها. دختر، تو فکر کردی من پپم یا اسکلم که بین این همه آدم اومدم اینجا نشستم؟ وقتی آقا وحید بهت میگه شماره تو بده، به نفع خودته، برای آیندته، ضرر نمی کنی ها. دوست ندارم نبشنوم. بگو 0900 و یه بار که نبشنوی یواش یواش فهم نشنیدنش هم پیدا میکنه. الانم بهتره پاشی بری، میخوام تنها باشم. خیلی هم بد میخندی. دختر، جان اگه الان اینجایی از دولتی سر منه. همه هزینه‌های اینجا رو من دادم، همه هزینه این پروژه رو من دادم. دختر من چه؟ باشه، از ما گفتم بود، نخوردی. بزنم به تخته رنگاموتون وا شده، بزنم به تخته بزنم به تخته صورتاتون ما شده. خیلی خیلی خوش اومدید. قربون نفست امر دیگه است. ممنونم. بکش شاد. من گلو نیست. شاقه. می‌خواستی سفارش ندی. جان حرف بیخود قول علکی. شعله من از همون اول گفتم کاری به این ایجن تو این حرفا نداشته باش. یه نامه بهش داده بودی، الان جواب نامت هم داده بود تا الان. داداش تو هم عقل کلی ها. اونا برنامه‌های خودشونو دارن. فکر کرده این ما که یه ساعت دیگه شون هم خبر ندارن. روز سوپر استار مملکتشه، برنامه‌هاش هم تا آخر عمرش چیده. اینقدر بیکار نیستش که بیا تلفن منو ایمیل منو جواب بده. همون خلموله. میگی چیکار کنی؟ نمیدونیم، خودمونم نمیدونیم. دور هم جمع شدیم عقلمونو بریزیم رو هم به یه نتیجه‌ای برسیم ببینیم چیکار کنیم. شاید فرجی شد، شاید مشکلی پیش نیاد، اتفاقی نیفته، یه حالی بکنیم. سلام. اینجا چیکار می‌کنی؟ با شعله اومدم. اکبر بیکار شعله است دیگه، یدالله پیگیر همه جا هست. راز زندگیمونو میدونه این. بچه چیزی شده؟ چقدر ناراحت میاد. حالا واسه تعریف میکنم. ببین اسد، ما فکر کردیم زندگیمون افتاده رو غلطک، ولی غلطک افتاده رو زندگیمون. شعله خودت بهش بگو چی شده. بله، ماجرا از این قراره که ظاهرا آقای باچان درگیر تهیه یک فیلم جدیدی هستن که به خاطر مشغله کاری نمیتونن بیان ایران، ولی در عوض یه دعوتنامه ارسال کردن که بابا سفر با هزینه خود آقای باچان کاملا رایگان یه هفته توی دهلی مهمون ایشون باشه. ولی حیف که نمیشه. حالا چرا؟ بابا تحت درمان دانشمند، هر روز داره میره پرتو درمانی، تحت نظر دکترشه، میتونه 4-5 ساعت تو پرواز بشینه. خب حالا تکلیف چیه؟ باید چیکار کنیم الان؟ نمیشه که اینجوری دست رو دست هم بذاریم. دینی، ریاضی، جغرافی نمیدونیم دیگه. ما هم دور هم جمع شدیم فکر کنیم. سلام علیکم بانو، شما هم کارتون خیلی سخته، خسته نباشید. ببین اصلاً حوصله جفنگیات گفتن توی یکی رو ندارم ها. چقدر گوش تلخی تو دختر. همینی که میگیم. میشه دست از سر من برداری؟ میشه بری دنبال پلنگ بازیات؟ همین دیگه، من پلنگ دوست ندارم، فقط نچرال.
فکر کنم اگه گزارشتو به آقای وزیری بدم آروم بگیری. چقدر ساده ای تو دختر. وزیری رو که من با پولای خودم آوردم اینجا. بعدشم یه شماره دادن دیگه، این حرفا رو نداره. شماره تو بده، من یه زنگ میزنم، شما یه زنگ بزنی، یه شام نهار میریم بیرون رستوران. بعدشم خدا رو چه دیدی؟ شاید یه نگاهی کرد شدی عروس ننم. بعدشم اینجا رو نگاه کن، چه عروسی بشه اینجا. عروس چقدر قشنگه، ایشالله مبارکش با. منو نگاه، دوماد خوشاب و رنگه، ایشالله مبارکش. خوبه نه؟ تو زبون آدمیزاد حالیت نمیشه مرتیکه؟ تو نمیفهمی اینجا محل کاره، اینجا حرمت داره، دنبال ناموس مردم میفتی؟ بیشتر از این نظر دیگه آبروی نداشتتو ببرم بدم عین سگ بندازنت بیرون. گم شو دیگه. صدا تو بیار پایین. نه ایران پایین چیکار میکنی؟ میشنون اینجا. فکر کردی کی هستی تو؟ هر کی هستم واسه خودم هستم، به تو هم ربطی نداره. ببین آبرو عین یه بیرهم میمونه، بعد بیاد، ولی برای تو هم گشاده هم بیریختت میکنه. تقصیر شما نیست که، تقصیر منه که این همه پولم رو ریختم اینجا. پس فردا مشخص میشه. اون میشی مردی که حول آویزون. دختره حساب میکنم. کی نفهم اگه نمیگم بازم ناموس مردم شد. برو بردی که بزن بشن بینمه. دیگه کی هستی؟ چی میگی تو؟ ول کن، ولش کن. ولش کن. من خودم جوابشو میدم. میگم مرسی بابت مشتت، خیلی بجا بود. تنش میخوای خیلی بجا بود. بعد میذارم بدتر از اون شرط کش میکردم. میگم چند وقته میخوام یه چیزی بهت بگم ولی نمیدونم چجوری بگم. با من راحت باشه رقم. راحتم باهات ولی چی میخوام بهت بگم ولی راحت باش با من. چیه نکنه کسی تنش خریده نیست. نه کسی به هست یه حرفی چیزی زده. به من بگو دیگه. هیچ. وای چه عروس دوماد جذابی. به ایشالله که خوشبخت بشی. خانم دشتی یه لحظه تشریف بیار تو اتاقم. بله آقای دکتر. تشریف بیار. یه سری نامه داخل گوش هست، اینا رو برای من تایپ کنید بفرستید داخل کارتابلم. تایید شد به ایمیلی که تو میگم ارسال کنید. چند تا پرونده هست، اجازه بدید اونا رو تکمیل کنم میرم بررسی میکنم. نه اینا تو اولویته، اول اینا رو انجام بدید بعد. چشم از سایه. وای خدای شکرت. سلام، چه زود اومدیم؟ مگه امروز آفیش نبودی؟ آف شدیم. بشین بریم. داداشت امروز موتورشو نمیخواست؟ سرما خورده افتاده میشه خونه. برو پایین. ای خدا! سلمان از خدا چی میخوای؟ بیا بشین کارت دارم. امروز دکتر میلانی جلسه داشت. سلامت.
صورت جلسه رو داد من ببرم تایپش کنم. وقتی که خوندم و دیدم کلش به تایید هیئت مدیره رسیده و زیر کل برگه امضا شده، بگو چی دیدم؟ بابا چی دیدی؟ خب حرف بزن دیگه، یه باید سوال کنم ازت. 3 ماه دیگه هفته گردشگری تو ایران. خب هر سال به عنوان تبادل فرهنگ ایران یه کشوری رو دعوت میکنه که بیاد ایران. قدمش میکشه. امسال هندوستان انتخاب شده بیاد ایران. اینم کشور خوبیه، هالیوودش هم خوبه. بابا تو چرا منظور منو نمیگیری؟ بابا آقای باچان قراره به عنوان سفیر فرهنگ هندوستان تو هفته گردشگری بیاد ایران. قدمشون کوچه. سلمان ما میتونیم بریم با سازمان صحبت بکنیم به خاطر بابا سفر قرار رو زودتر بذارن. تو چرا فکر می‌کنی من نمیفهمم؟ آقا خودت داری میگی 3 ماه دیگه به کارمون نمیاد. خب من به خاطر بابا سفر گفتم یه تلاشی کرده باشیم، ضرر که نمی‌کنه. دست درد نکنه. اونام فرش قرمز پهن کردن اومد. آره. سس می‌خوری؟ نه. بله آقای دکتر، کل ماجرای پدر همسر من همین بود. الان ما همه اینجا جمع شدیم که به کمک شما اگه بشه آقای باچان به جای 3 ماه زودتر بتونه بیاد ایران. اینجوری پدر جون ما هم خیلی خوشحال میشه. خانم دشتی من از شما بیشتر توقع دارم، از شما بعیده. من میگم خانواده محترم در جریان نیستم، ولی خودتون بهتر میدونید این سازمان هیئت مدیره داره. اینجا شخصی نمیتونه به صورت انفرادی تصمیم بگیره. منم نمیتونم روی این موضوع نظر قطعی بدم. یه برنامه‌ای تصویب شده، یه بودجه‌ای رو مشخص کردن تا روز موعود. من که نمیتونم دائما داخل برنامه تغییرات انجام بدم. رئیس جان، اصل کار شمایی. اینا همه گردشگرا میدونن. اگه شما اوکی بدید بقیه زاغارت. این چه مدل حرف زدن؟ چی گفتم؟ منظورم اینه که بقیه مهم نیستن دیگه. منظورشون دیگه کار دست شماست. بخوای حل میشه. شما بخواید حل میشه. شما لطف دارید. خانم دشتی ایشون آقای برادر همسرم هستن. برادر من هست. عزیز من، شما یه جوری تصورتون هست که من جمونگ سازمانم. اینجا داخل سازمان هر شخص صاحب یک رأیه. منم یک رأی دارم که تقدیم میکنم خدمت خانواده محترم پالانی. خواهش من از من نخواهید که من نظرمو تحمیل کنم به سازمان. ببینین بچه‌ها، همش باید بسازیم و بسوزیم. ساخته هامون چی میشه ها؟ شاید بابا سفر توی دنیای دیگه بهتر از اینجا زندگی کنه. خدا نکنه. زبونت راست میگی. برداشتن همینو می‌خواستی؟ مرد ناحسابی همینو می‌خواستی اشک خواهر من در بیاری مرد ناحسابی. اینا اینجا کار میکنه. مرد حسابی. آقا امیر آب میخوای؟ این اینجا چی کار میکنه؟ با من اومده دیگه. اللهم اشفی کل مریض. بچه‌ها لطفاً یه لحظه اجازه بدید. آقای دکتر من خواهش میکنم ازتون اگه امکان داره یه جلسه بذارید و موضوع مطرح بکنید. پای یه انسان در میونه که الان حال خوبی نداره و یه خانواده که دارین میبینین نفسهای آخر پدرش خودش. لطفاً کمک کنین. به خدا اگه بتونین و کمک نکنین روزی که یاد این مسئله بیفتین حالتون بد میشه. خواهش میکنم کمکمون کنین. راست میگه دکتر. کسی که راست میگه سگ شرف داره به کسی که این سگ دروغ میگه. این دوباره اینجوری هستن. چی گفت؟ دختره رو بهت ندادم. دختره رو شما زدی؟ چرا زدی؟ نمیدونم. خوب نگاه کن. چیزو میبینی؟ داری میبینی؟
باید مقیاس منفیت بره. برو فردا جواب میده. اون ساعت اومدم دعوت. برو بگو علی بیاد. بفرمایید. چیکار دارم؟ بابا یه دقیقه بشین دیگه. چهار کنی ترسیدم. اومد مینا. چی شد؟ نشو؟ نسه؟ چی گفت؟ بچه‌ها دکتر میلانی و هیئت رئیسه با اومدن آقای پاچان واسه 3 هفته دیگه موافقت کردن. خانم رشید چه خبره اینجا؟ رعایت کنید لطفاً. آقا اولا این یه موضوع در اون خانوادگیه، باید عین راست تو سینمون بمونه. پای حیثیت خانواده پالانی در میونه ها. باشه؟ باشه. دوما تو غلط غیر از به گوشی امیرزاده بیشعور کارت خیلی زشته، ولی حکمت داشت بدونیم چی به چیه. تو چند تا از عکساش داشت فلافل میزد؟ 4 تا. همین؟ یه ویدیو دیدم با چکمه داشت نخود له می‌کرد، تو یکی دیگه هم داشت مینداختشون تو روغن. این یعنی چی؟ فلافل میفروشه. ای از این فلافل‌های کثیف بمبئی موش میره توش. فعلا به امیر نزدیک نشین، نذارید بهتون نزدیک بشه. شده؟ عمو یعنی عمو امیر سیاه لشکرم نیست؟ برو پیش بابا بزرگ. برو عمو. برو قربونت برم. تربیت شما زنداداشو. بچه باهوشیه. باهوشیه گوشش وسط حرف ماست. کافه قیلونی تو وطن شرف داره به فلافلی تو فرهنگ. فلای بابا سفر مطمئنم اونجا هم بازی بابا عجب بازی میکنه. بابا بی‌نظیر استاد علی نصیریان چند برداشت، بابا سفر تک برداشت. بابا سفر به افتخار بابا سفر. اینو من شاهد بودم، تو شاهد بودی، تو شاهد بودی، امیرم دیده، این ندیده. بابا سفر شما بازی منو ندیدی؟ کجا دیده داره قلیون میزنه واسه مردم؟ اینجا بیا پیش بابا. بیا بزنش انگل جامعه. کسی که از قوانین خانواده پالانی عدول کنه حقش داره. بده من اونو. سفر بزنش بابا سفر. سیاه ترین لکه خون بابا سفره. بابا خیلی سر صحنه ها بودم. سینما به چه دردی میخوره؟ خیلی خوب. این قضیه رو باید در بیاریم. خودم حواسم هست ولی فعلا زود قضاوت نکنیم. شاید اونجا کار میکنه که سینما هم کار کنه. راست میگه دیگه. شاید هم کار میکنه هم بازی میکنه. من که چشم آکنم. شما با تو چشم. سلام چطوری؟ سلام چطوری؟ سلام به همه. بچه یه خبر خوب. چی شده زنده داشت؟ بچه همونی که میخواستیم شد. از اون طرف موافقت کردن. الان دیگه باید فقط منتظر بدنش باشیم. کیه این؟ آمپیتا پاجانو میگی؟ نه خیر منظورش رئیسشه، قرار اسپانسر پروژه بشه. شاهکاری هم خودت هم زنید. بالاخره تلاشمون نتیجه گرفت بچه. الان فقط باید خوشحال باشیم. همسر سلمان خان ها. از تو در نکنه. ماما میادم. بابا بیا دیگه.
وقتی رو برده حالا مصاحبه میکنه. کیه اینا؟ در مورد پاچان داشتم من سوال میکنم بالاخره. اینو نگاه کن چی پوشیده؟ خوبه دیگه. این مال عروسی. خانم انشالله آقای قاچانم تشریف میارن، پدر شوهر شما هم به آرزوشون میرسن. دست شما هم درد نکنه، خیلی زحمت کشیدین. خواهش میکنم، کار خدا بود که همکنون در فرودگاه مهرآباد حضور داریم، جایی که منتظر هستیم با چهره برتر هندوستان تشریف بیارن جناب آقای آمیت. بتونیم استقبال کنیم. آقای دکتر تماس داریم. الو، سلام آقای رسولی، ارادتمند. از هندوستان. شما؟ بله بله. آخه من به اینا چی بگم؟ بله. این همه جمعیت اینجاست. خداحافظ. خانم دشتی یه لحظه تشریف میاره. شوخی میکنی؟ خدا دیگه. بچه ها مینا اومد. بیا مینا اومد دیگه. مینا چرا قیافش اونجوری؟ چته؟ را بیا دیگه مینا. مینا چته؟ بیا ببینم چیه؟ سلام. بودو دیگه. چی شده؟ یه حرف بزن. کیه؟ چرا حرف نمیزنی؟ درست صحبت کن. چرا یه اتفاق خب چی شده بگو. همین الان به دکتر میلانی خبر دادن. خب به پاچان نمیاد، سفرش خب چرا؟ شوخی میکنه. آره. شوخیش گرفته دوباره. یه بار مزه میده، نه هر بار. راست میگه دیگه. الان شوخی آخه. شوخی نمیکنم، به قرآن شوخی نمیکنم. بگو جون سلمان خان، بگو جون سلمان خان. به جون سلمان راست میگم. جون امیر خان. به خدا راست میگم. موقع سوار شدن به هواپیما دچار حمله پنیک شده، بردنش بیمارستان. پانیک چیه؟ پنیک دیگه چی هستش که تو میگی؟ یه حمله قلبی. بابا استرسه. الان از بیمارستان دیلی خبر دادم. دوست ناره ها، زندگی همه دراز، لانه نانه ها، داری ها میراز. بایستی من بیا. خوبه. پدرم در اومد. چه خوبه. سلطانه، خرج زندگی رو در میاره. خیلی سلطانه. همه چی خرابه؟ نمیدونم چه شده، حالا چرا اینجوری شده. سلام آقا شهرام، خوبی؟ سلام. شما خوبین؟ چطوری؟ مرسی، شما خوبین؟ سلامتین؟ آقا پسر گلتون خوبن؟ مادرتون چطورن؟ خانمتون خوبن؟ آقا سفر چطورن؟ بهترن؟ همه خوبن، سلام میرسونن. سرو مرو گنده زنده ان دارن نفس میکشن. میخوایم بریم تو ببینیم؟ نه ممنونشون. امیر داداشمه دیگه، از هندوستان اومده، مگه نمیشناسی؟ جنبه‌ای شما خارج بودی. بله من خوبی؟ تو هندوستان تو عمو بالیوود بازی میکنم. راج کاپور مرد خیلی سال مرده. الان من دیگه با آشیرا رای و سری دیوید اینا بازی کردم، خیلی بازی کردم. بریم تو دیگه، به همسرتون سلام برسیم. بریم تو. مرد. ها؟ مرد. اولوی خانم نگفت. من نمیدونم چرا بدبخت سکته قلبی کرد. خدا رحمتش کنه. حالا ان شاءالله یک مردی پیدا بشه بالا سر بچه. آقا مرد پیدا نمیشه، خودم مردم. بیا برو گم شو خونه. من شما ازدواج کنید که ادب به این بچه‌های شما یاد بده. ای بابا. بابام نیست. جان؟ بابام. به من میگه باباش بشم. بریم تو، امیر بریم تو. احساس دستنی میخره مامان، عمو میخره. به من گفت باباش بشم. فکر کنم. بیا بریم امیر تو. چه خانواده باحالی بودن. چه احساسات قشنگی. بچه من میخواد بشه. میخواد من پدرش بشم. یه نمه انرژی میذاشی جا بنوش بختیاری بود، اونم از موشی صحنه‌ای شروع کرد. وای سلمان ولم کن، خسته شدم این شب رو دیدم. خب راه بنداز دیگه، اینقدر گیر نده به مردم. خودت دست بگیر راه بنداز دیگه، چیکارش کنم؟ شماله
باید واسه بابا سفر یه کاری کنیم. چیکار کنیم؟ ما کار کنیم دستمون برمی اومده کردیم. سلمان داداش قضیه رو جمعش کردم. شعله خانم خیال تخت داداش واسه آقا حبیب داستان رو تعریف کردم. آقا حبیب خیلی مخلصم. خیلی خوش اومدی. سلام. سلام. آها خیلی خوش اومدی. اینجا الان لوکیشن میشه. بفرمایید تو آلاچیق. بفرما. ایمان شربت بیار. اسد گفت به من که میخواین عمو سفر آخر عمری سورپرایزش بکنی. آقا حبیب بابا یه بلا نسبت دور از جونی چیزی. ان شاءالله بعد از 120 سال. بابا این عمو سفر عاشق سینمای هالیووده، عاشق آمیتا پاچانه، عکسشو برداشته میذاره به در و دیوار، تازه رو صفحه گوشیش هم گذاشته آهنگ شعله رو گذاشته رو گوشی، تا زنگ میخوره بلند میشه میرقصه. آقا حبیب شما داری مشخصات پدر ما رو میگی ها سلطان، چیکار کنیم براش؟ یه نفر رو دارم به اسم تایتان. ببین این از شیر مرغ تا جون آدمیزادو داره، کلی هم بدل داره، بدل مهران مدیری، کریم باقری، علی دایی، مهدی مطلقی، تازه بدل جلیفر لوپز هم داره. راست میگی؟ آره بابا، از همه مهمتر بدل منم داره. یه ریش پروفسوری بذاره میشم آمیتا پاچان. آخه آمیتا پاچان ارتفاعش یه خورده فرق داره جسارتا. بیزو این که چیزی نیست، یه چوب بذاره و قدم بلند میشه دیگه. با همون چوبه اذیت میکنه. تازه شعله بدل تو هم داره. من یه دونم. شعله خانم آقا حبیب. ببخشید شعله خانم. برو ببین چه خبره اونجا. چشم. راهش چیه؟ مهم اینه که سر کیسه رو شل کنی. زکی آقا اسد داداشم حبیب معلومه چی میگی؟ من چی گفتم به تو؟ من میگه عشق عمو سفر رو بریم و بیان و ارادت دارم اینه؟ اسد جون عزیز من، عمو سفر تاج سر ما هنرورا. بابا منم خرج دارم، زن و بچه دارم، 6 سر عائله دارم، نمیتونم آقا باید جواب اونا رو بدم دیگه. آقا راه بنداز ما جبران میکنیم دیگه. چه جوری؟ اینجوری همشون نشون نده. ببین فقط ازت خواهش دارم که ما رو هر چی زودتر به این اصل کاریتون، اسمش چی بود؟ تایتان. همین آقا تایتان. خب ما رو بس کن، ما خیلی فرصت نداریم ما. باشه مشکل. این کم نی؟ آقا این بیانشه آقا حبیب. باشه فردا صبح میریم دستتون رو میذارم دست تایتان. حله بریم خدا بده برکت. راستی بقیه رو بزنی برام. ایمان شربت بریم بفر. چی میگفتن؟ در مورد بدل جات داشتن حرف میزدن. چی میگی بدل جات چی؟ خب فکر کنم اینا خلافکار باشن آقا. یه پولی هم بینشون رد و بدل شد. از فردا بیشتر حواست جمع بشه. چشم آقا. خیلی هزینه کرده. خیلی جالب. آقا فکر کنم اشتباه اومدیم. اینجا چیکار می‌کنی؟ فرار. آقا چی اینجا؟ من قبلا اومدم اینجا. چه خبره اینجا؟ چه خبره؟ اینا کیان؟ واسه چی اومدن تو؟ بفرمایید آقا. من دیشب به این آقا تایتان زنگ زدم، جواب منو نداد. مجبور شدم چی؟ بهش پیامک بدم. اینا تازه پیامک منم خونده، دریوری شده. یه قلبم برای من فرستاده. اینا با ما هماهنگ نشده. قربونت برم شاید گفتن یادت نیست اون لحظه دستشویی بودی. یه زنگ بزن یه چک کن داداش. صبر کن چک کنم. این با گفتمان آقا عصبانیت درست. اسم حبیب نداری. تیغ زنم. آقا به والله فامیلیشه. فامیلیش تیغ زنه. والله این کاره نیست. آقای تیغ زن چک کن. بله.
انگار درسته. فامیلیش واقعا تیختنه. گفتم به این حرفا نمیخوره. میگم آقا همت کنه تیر بزنه به کلهشون هم باجیده. آقا من یه ناخون دیدم نمیتونم دستم بگیرم. دستت نگیر بچه جون. دستو میبری. این اداها چیه؟ بابا ما بچه خزانه هستیم. دروغ میگه ما نزدیک خزانه ایم. خاک به سط. قربون دسته. حستون هست ولی خب خوشحال نشید. امروز آقای تایتان با هیچ کس قرار نداره. برای یه روز دیگه باید بیاد. بفرمایید. آقا بهشون بفرمایید که ما سینماگر هستیم، فرنگیم، به کار میاد. امروز اومدیم یه توکی ببینیم. یه تحفه ناقابل هم براشون داریم. بگو بدل بوراک آوردیم. بیاردشون داخل. بفرما آقا بفرما. شب شد جلسه تایتان تموم نشد. کی میتونیم خدمت آقا تایتان برسیم؟ آخه جسارتا ما کاری نداریم، هستیم تا ببینیمش. چی جمع شده اینجا؟ آقا حبیب پیرزن بهتون پیام دادم که میرسم خدمتتون. تازه برام هم یه قلب فرستادین. یادتون رفت؟ این گوشیتون رو بی زحمت نگاه کنین. تو خجالت نمیکشی تو چشم من نگاه میکنی و دروغ میگی؟ قلب واسه من فرستادی؟ من به روی پدرم میخندم که به شما شوخی کنم عزیزم. آقا ببینم تو سوخت چیکار کردی؟ با گوشی من بر رفتی آره؟ آره. یه نگفتم دست به گوشیم نزن. من که واسه بهترین گوشی گرفته بودم پسرم. چرا جوابش دادی؟ چرا قلب گذاشتی؟ آخه من به تو چی بگم؟ گوشی تایتان دست باربود بوده. احتمالاً پریمک‌ها رو باربود فرستاده. الهی شکر. حالا که آقا باربود شما باعث شده ما اینجاییم، حتما خدا میخواد شما کمکمون کنید. خب چی میخواین شما؟ راستیتش پدر ما در بستر بیماریه. 2 ماه دیگه از دنیا میره و پزشکا گفتن سرطان داره. درست صحبت کن. مثل یه مرد صحبت کن. ادای آلندولنه چرا در میاری؟ بله چشم من عرض میکنم خدمتتون. حقیقتا پدر ما در بستر بیماریه. دکترها جوابش کردن چون سرطان بروستات داره 2 ماه. سلامت باشید بچه. پدرم همیشه آرزو داشت امیدوار شما نبودون. بس دیگه. چرا سر صدا میکنین؟ چرا گریه میکنی بابا؟ ما بابا به پدر منم داره دیگه. عذر میخوام، من یه مقدار احساسات بهم غلبه کرد. عذر میخوام. پدرم و ما خانوادگی تو سینما هستیم. البته غیر از این برادرمون که رفته کافه قلیونی زده. عذر میخوام. دوست داشته همیشه آمیتا باچا ما از نزدیک ببینیم. تعریف شما رو از آقا حبیب شنیدیم، گفتن بدل همه رو داریم. ما هم گفتیم تحفه‌ای تقدیم درویش کنیم، تحفه درویشی تقدیم شما کنیم، بدل بوراک آوردیم. اگر بالا بودی لازمه تقدیم کنیم، بدل باچان بدیم. دیگه کرمتون دیگه. شما رو چرا اصرار دارین اونو ببین؟ حقیقت اینه که بابای ما آرزو داشت همیشه جلوی باچان بازی کنه. شما بدل هر کره بخواین ما داریم. از مسی گرفته، گلزار گرفته، هر کره بخواین بدلش داریم. یکی نداریم. ما باچان لازمیم. چون میبینم باباتون رو دوست دارین، سعی میکنم پیدا کنم. فقط یه شرط داره. تایتان امیدمون ناامید نشه. خودت بگو. من هر سال تولد باربود رو با حضور هنرمنده برگزار میکنم. امسال تصمیم گرفتم از هنرمنده جدید دعوت کنم. اگر قول میدید که یه مراسم با شکوه برای باربود تدارک ببینید اوکی.
فرمودین تدارک، بنده مدیر تدارکات سینما هستم. دستیارشون هستم. قول میدم تو مراسم آقا به سر شما بهترین مراسم، بهترین اتفاقات و تدارک ببینیم با دستیارمون و البته کافی شاپ مراسمتونم برادرم انجام میدن. شما منم میتونم واسهتون آهنگای هندی بخونم. او دیدگی نهی دورنگه هم قطع همه. بس سرصدای چی میکنی؟ من هم به نوبه خودم قول میدم برای جشن تولد پسرتون یه سورپرایز. آقا بابا من اسباب بازی رو دوست دارم. این زشته رو؟ آره. باش کار کنی؟ باش بازی کنم. امید ما رو ناامید نکنید. من سعی میکنم پیدا کنم هر چه زودتر، اما دیگه با خودتونه ها، گمون نکنم جلو پدر شما بتونه خوب بازی کنه. دیگه پیشه خانوادگی ما پالانی هاست، انجام میدیم. پیدا میکنم خبرتون میکنم. ببین اصلا شما داد نکنید. اصلا خیلی ممنونه. الو تو معلومه کجایی؟ آقا دیشب زنگ زده نگران بود. خب زنگ بزن خبر مرگت بگو تو کمپم. حالا حرف بزن وقت ندارم. فرخ کیه؟ هم که 2 هفته پیش آوردنش کم؟ نه من حوصله این حرفا رو ندارم. اصلا الان وقتشو ندارم. فیلم بازی کنه؟ توی سکانسی که مقابل آشوراهای بازی داشتم کارگردان اون فیلم میخواست از بدلکار استفاده کنی. گفتم بدلکار نمیخواد، خودم بازی میکنم. جنان بازی کردم جنان بازی کردم که همه پشت صحنه برام دست زدن. دیگه ما اینه دیگه. عمو اون شب که مامانم و بابام خونمون داشتن حرف می‌زدن، بابام داشت به مامانم میگفت شما تو بمبئی بازیگری نمی‌کنید، فلافل می‌فروشید. الان قیمت فلافلاتون چنده؟ شارخ این بچه سخنگوی خونه است. تو جلوی زنت میگیری داداشو خرید داشتنی الان زن داداش فهمیده کل مرد کیه؟ کسی فهمیده بیاد؟ اونا رو بکن. کیه؟ اصلا سلام SMS بزن خب. سلام بچه‌ها فقط سریازه کن. سراشو کن. تایتان SMS در مورد من خبری کرده بود. بدلشو پیدا کرده؟ چه میدونم سلمان جون. SMS داده فقط سری پاشین جمع کنیم تو رو بهت میگم. بدوین. جای شما نیست خانم کمپ. چون عزیزم چرا باید به اینا بدیم؟ مالی بالی چجوریه؟ خیلی خرشانسی. برو حال کن. چرا؟ تایتان به ابی گفته چون باباش سرطان داشته فوت کرده دیگه هم پول نمیگیره. بی خیال. به مولا. این حبیب هست گرفت. آره خدا. بچه دولابی خودشه. الو. بگو 5 دقیقه دیگه. آقا دولابی سلام. تو راهیم داریم میرسیم. چی؟ نه آقا من چی به سلمان بگم؟ خودت بیا بهش بگو. گوشی. آقا دولابی نوکرم. آقا نزدیکیم داداش. بابا چی دارو زدن خوابن؟ یه 2 دقیقه بیام پشت شیشه ببینیم. آقا به ما چه خمارن میگه. قرنطینه دیگه چه باز. باشه آقا صبح میبینیمت. آقا دولابی با شما کار دارم.
محمد ببرشون رو چال. یه دقیقه وایسا. ببر رو چال. انباریا چک شه. اوکیه. آقا ما هنرمندیم، انباریا پاکه. آقا برید دفتر الان میام. یالا بفرم. بچه‌ها من یه دقیقه برم دفتر الان میام. محمد باریکلا چشات بی بلا. اولا ببخشید که اینجا شرایط پذیرایی فراهم نبود. البته که همین که نبردیمتون رو چال بذارید پای پذیرایی. بعد از این شما کار سختی رو از من خواستید. اصلا غیر ممکنه. ولی با توجه به این حرفایی که زدید باش. اما 2 تا شرط. یکی این که من بشم مدیر برنامه همه کاره و چلنگرش. دومی اصلا این بازیگر نیست، یارو تعطیله. این پاش به اون پاش پنالتی میزنه. از اون مهمتر اصلا شما هندی بلد نیستی. بنده بلدم، توی بمبئی زندگی. بلدی؟ باشه کاری نداره که. الان میگم هم زبونت بیاد. اکبر آنتونی. جونم وادولابی. اکبر آنتونی چطوری دادا؟ شرطم. داداش جونم. برو داوود مقامی هندی و عشق است. خوش اومدید آقایون. अरे लोगों को तेरी कम برارم ساره زندگی. اوکی. مرسی اکی جون. امیر خان تو که هندوستان بودی بگویم چی میگه؟ این لحظهش با من فرق میکنه. این برای دهاتای هندوستانه. خیلی خب آقا دولابی، همین هم قضیه چیه؟ برادر شرایطو بگو ما بفهمیم چیکار باید بکنیم. شرایط که خیلی پیچیده شد. ببین اینجا باید به منم یه چیزی بماسه. یعنی 50-50. آقا جولابی عزیز من، ما 2 روز رو میخوایم ببریم، اینقدر شلوغش نکن دیگه. هم بهش خوش میگذره، هم جلو دوربین، هم معروف میشه. اتفاقا با من باشید بهتون خوش میگذره. من کلم پر از این حرفاست. دنبال مایم. ته کفش 50 میگیرم. اوکی؟ برو ببینم حوصله نداریم. تو میدونی ما بچه کجاییم؟ به هر کسی باج نمیدیم. گازش بگیر دودت ببینیم. شما که ایتون قضیه اومدی تاندونی صحبت نکن. داد بزن قلقله کم بگیره. این چی میگه؟ خیلی خب آقا دولابی، بابا این دالانتو بنداز حالا. آقا ما غریبه نیستیم، رفیق آقا تایتانیم برادر من. کفشو بگو ببندیم بریم دیگه، نوکرتم. اسم آقا تایتان آوردی. تایتان داشتی من. خودتم که مشتی و با ادبی بین اینا. قربون آقا. به عشق تایتان، به عشق خودت که با عشقی، به عشق این 2 نفر تهش 5 میگیرم. 1 قرونم پایین نمیاد. جیم جمالتو. حالا که اینجوریه ما راه بنداز بریم ببینیمش. اینو من الان بهتون نشون بدم شبا باید برگرده کمپا. بعد از اون ببین این 2 هفته طول میکشه. من کارهای ترخیصی اداری خروجیشو انجام بدم. 2 هفته دیگه تاریخ تحویلش میشه. آقا دولابی اونو حلش میکنیم قربون چشات. آره آقا حله. بریم آقا بریم. بفرمایید. با سنگ غم شکسته چه انتظاری داری، چه انتظاری داری از مرغی که گوشه کمپ نشسته، چه انتظاری داری، چه انتظاری داری. آقا دولابی یه خورده فضا غمناک شد داداش. امیر خان نه دیگه داداش، آقا باشم اینجاست، یه هندی بذار صفا کنی. یا هندی دلای با صفا. آقا بریم رفته بریم.
देखा तो ये जाना सनम. اینجا رو مدیر تدارکات تو پروژه این نفر اول من تشخیص میدم کلمن کجا باشه کی صبونه رو بدن من تشخیص میدم صبونه امروز چی باشه صبونه فردا چی باشه من تشخیص میدم جای آینه گیریم کجا باشه من به پشتوانه این گروهه که تو سمت هم موفقم به همه حرف میشنون از من بس بگو تو شربت برداره بیاره کف کردیم ایمان شربت شیرینی مهمون خارجی دارم بوده خانم پالانی هم سعی را صدا کن بیاد محسن کارگر کجاسی 5 دقیقه دیگه نهار میرسه بگو میزو بچینن آقا نوری این پسر یوسف شعباس فوکوسپنه است میخواد بیاد لنزشو ببره لفتش بدین یه بار سر سرویسمون کرد سلام بیا سلام شاروخ کو مهندس دولابی هستن خواهرم مشی صحنه سینما سلام آقای دولابی خوب هستین مال شما خوبه هستین خوشحالم میبینم خیلی ممنون مرسی میگم گفتم یه دقیقه بیای لباس بازیگرتو چک کنی ببینی راکوردش درسته میخوای ببریش جلو دوربین یا نه باشه امیتا این کمر دو زایه است پیرمون در اون اش کردی؟ این واقعیه یا فیکه؟ کیکه کفت بریده شما کجای آقای وزیری شاکی شده؟ اسمشون چی بود؟ آقا فرخ هستن آقا فرخ خیلی خوشحالم که شما رو میبینم و اینکه خیلی ممنونم که به ما کمک میکنی شربت بیار دیگه بچه‌ها یه جای استراحت برای آقای فرخ اونو دارم فکرشو میکنم من بعد باهاش بشینم زبان هندی تمرین کنم خب شربت بیار برای چی اینو در آوردی؟ جریان برنامه‌های ما هستیم دیگه بله، بچه‌ها برام تعریف کردن شربت برو آبرومو بردی آقا حلش میکنیم ما جا رو اوکی میکنیم داریم فکرشو میکنیم ببینیم چیکار کنیم و اینا اونو که من ببینم خونه من آقا دیگه منو تنها نمیگم خب چیکار کنم نه خونه اینا اصلا با اون همسایه فضولیشون همشون انگار تلسکوپ انداختن تو زندگی هم اجازه بدید من این مشکل رو حلش کنم ببینید من روزا میتونم از کمپ بیام بیرون ولی شبا نمیشه چون که باید ایشونو برگردونم کمپ آقا دولابی صحبتش کرده بودیم داداش دبه کرد آقای دولابی خواهش میکنم ازت ببین من خودم مراقبشم اصلا نگرانش نباشی یا من حواسم بهش بابا حرف زده بودیم در موردش آقا دولابی آقای دولابی خواهش میکنم چشم خب حل شد آقا من فکر جا رو میکنم خیالتون راحت به نظر من بریم خونه عمه شوکت باز اکبر بیکار حرف زد تو سرت تو زندگی ما نمیشه نباشه ولی بد فکری هم نیست چی میگی شوله خود عمه شوکت باید یکی رو بذاریم مراقبش باشه این پیرمرد برسیم تنگش راه نداره مهمون خارجی هم دوست داره منم یه نقشه خوب دارم بچه‌ها خیلی خوب پس عالی شد بفرما ما باید بریم بچه‌ها عمه شوکت هیچ وقت ازدواج نکرده البته خودش میگه 100 تا خواستگار داشته ها ولی مامان مولوک میگه ما که یه دونش هم ندیدیم عمه خانم اعتقاد داره که یه شوهر خوب باید کت شلواری و جنتلمن باشه کیه؟ سلام خوش اومدین خوش اومدین سلام دخترم سلام شوکت چطوری؟ بی‌تر بیاد عمه شوکت خوبش کردی سلام چطوری عمه؟ سلام دولابی نمسته بی‌تر بیاد این چیه یعنی چی؟ داری سلام عمه جان تو کی اومدی از هند؟ نه همین چند وقت میشم حرمت نگردار بفرمایید سلام عمه جون چطوری؟ نه سلام شله عمه خوبی؟ چی شده عمه نه خوب نیستم پام درد میکنه دستم درد میکنه دندون ندارم غذا بخورم کمر ندارم ولم کن عمه چرا الکی رو خودت ایراد میذاری نکن کمرت صاف میشه دندون داری الکی رو خودت ایراد میذاری تازه تمام آزمایشاتم بردم پیش دکتر گفت بدنت عین ساعت کار میکنه کجا رفت عمه رد شد عمه این ولی احساساتیه این زن توی سن سال ناراحت میشه از حرفای شما یه مقدار مراعات سنشو کنید آقای دولابی ما مسئولم دیگه
جانه ببین منو اصلا امشب اینجا میمونیم خب اصلا یه چند وقتی پیشتونیم تا اینکه شما دوتا یه ذره اخلاقاتون دست هم بیاد تا یواش یواش کارهای عقد و عروسیتون رو بکنیم تا بعداً بریم دنبال کارهای سفارتتون. انشالله به امید خدا رفتی اونجا ما رو یادت نره ها. دعوتنامه برای ما بفرست ما هم بیایم پیشتون. ما رو چی گرفتار کردید؟ اعتماد به نفس شما رو یونجه داشت سالی 2 بار زعفرون میاد. این که واقعا باورش شده آمیتا بادشاهه. بابا این چه داستانیه برام درست کردی؟ سلام. چی شده؟ بگو چی شده؟ چرا بیرونه؟ چه خبره؟ نمیخوام دیگه برم خونه عمه شوکت. دلیلش چیه؟ برای چی؟ راحت نیستم. نمیخوای بری خونه عمه شوکت؟ به دست خودته. تحویل بگیر. برای چی راحت نیستی؟ بابا خدا رو خوش نمیاد. عمه شوکت فکر میکنی واقعا من خاطر خاشم؟ راست میگه بنده خدا. راست میگه دیگه. حس خوبی نیست. من خودم هم پشیمون شدم. شما که عاشقی نکردین بدونین چه حس بدیه. چیکار میتونیم بکنیم؟ الان برنامه چیکار باید کرد؟ من که میگم ما قرار بود این برنامه رو 3-4 روز دیگه پیش ببریم. فردا مجبوریم عملیش کنیم. یه سری سوال و جواب هم بود که داده بودیم بهت. اونا رو هم که دیگه امشب با هم یه مرور میکنیم که چیزی از قلم نیفته. بابا تو خودم تو کار می‌کنی. الان آمیتا چیکار میکنه؟ این صحنه رو بگو ببینم. الان چی میشه آمیتا؟ چرا حفظ بشه بریم؟ بابا حفظم بابا همه حفظم. یه رنگی برداشت. تیک بزرگا رو برای پسر خواهر شوهر چی گرفتی؟ والا من خبر. چرا؟ من تو کار مردم فروخی. وا نکن. سلام خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبه؟ من بتولم همسایه. شما اینجا چی کار میکنی؟ خواستگاری؟ اسمتون چیه؟ اینجا چی کار میکنی؟ من خدمتونم. حتا چکمکا اتل متل توتول بتول. چی میگی در گوش من انقدر بز میکنی؟ میگم شکلات تلخمو کجا گذاشتی؟ گذاشتم تو در یخچال. باشه چی گفتم بهت؟ دلم کن. اعصاب ندارم. نمست اپکسی. خارج هندی؟ بله مرحبا به هوشتون. آفرین به هوشتون. هندی هستن بله. بله من آمیتا پاچا بازیگر هندوستان آمد دوستم سفر ده. یا خدا بازیگر در خونه بلوک. شناخت امورو خودش آره در سفر جانم این بچه ها این ماسک تو دستت اینور میزنی اونور میزنی اینور میزنی اونور میزنی رجالت بکش. این بچه ها رو از دور برت بگو برن کارشون. بذار فیلممون رو ببینیم خواهیش میکنم. اگه از اولی که اینقدر فیلم نگاه کردی میرفتی سرکار یه پولی در میبردی اقلا آرزو یه سفر نمیمون سرت. من تو رو سفر نبردم. یا 3 دفعه برده تا شابدالعظیم. من خیلی بیچشمه رو اما خانم بذار تمرکز کنم فیلم رو ببینم تا تک. یه روزی میبرمت هند، بمبئی، کلکته. من همه اینجا رو رفتم توی. ببین آقا سفر ماما رو ببر سفر. مره کی زنگ کی میزنه؟ برو در با کن.
سلمان آخر این فیلم چی میشه بابا؟ اینجا وقتی میاد تو هیچی بگو آخرش چی میشه؟ آخرش چی؟ شما نمیدونید. ببینید آمیتا خودشو میکشه جلو. نفسش رو دراز میکنه. ضروره نشونه میگیره و وقتی که نشونه گرفت پدر جناب آقای پاچان وارد میشوند. سلام. خوبی سلام عمو جان؟ خیلی ممنون. سلام خانم دشتی تشریف دارن؟ زنمو میگی؟ بله زنمو. بله الان صداشون میکنم. ممنون میشم. خانم دشتی ایوا خدا مریم بده. سلام آقای دکتر. چه پشت در وایسادین خب؟ شما چرا تلفنتون رو پاسخ نمیدید خانم دشتی؟ خب بستید سرمون شلوغه، به خدا مهمون ریخته سرمون. خب این شما بله خبر دارم سرتون شلوغه. آقای پاچان تشریف بردن. بله خدا رو شکر امیرخان برادر همسرم هماهنگ کردم. بفرمایید داخل. ممنون مرسی. شرمنده اگه امکان داره یه وقت دیگه من باتون هماهنگ کنم. محفل یه ذره خانوادگی خبرنگارا اومدن، یه ذره آمادگیشو ندارم. خانم دشتی من که از خانواده شما بودم. شما بزرگوارید اما الان امکانش نیست. خیلی من فقط یک لحظه آقای پاچانو ببینم برم. هیچ مشکلی باهاتون هماهنگ میکنم. اجازه بدین. به خدا الان موقعیتش نیست، وگرنه با جون دل قبول میکردم. یعنی یک لحظه هم امکان نداره؟ باهاتون هماهنگ میکنم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار. خدا. مادر سلطان غم مادر بخور نریزه زن داداش. ای جون نگاه کن یاد بچه جیاش بهتر پدر خوبی بابا؟ ببین عقب بابا حالش کیه؟ چیه؟ من خوابم رویات بیدار کیه؟ جناب آقای آمیتا پاچان از هند اومده ایران که شما رو ببینه. آمیتا عشق خودت. پدر میگه برو جلو. چکم برکته کلی آقوش نه بابا عمر اکبر آنتونی زن خوشی افتاد خوش پدر میگه بیا عقب. عجقه عقب امیر خان
بله پدر جان. سلمان خان، جونم بابا. شاروخ خان. اسم شما چی بود؟ دولاوی هستم. دولاوی. یک کاری برای میهمانمون به امیتا. مار شو. مار میشم. سلمان خان یه لالایی بخون. باشه پدر. मेरे गुफरे से तुम्हारे दिन तक तर्दीद की सुआ कर ले मेरे वा لا 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 آقا سفر خالیده آمیتا چندشه اینجا تو پدر من نیست. چیه؟ چی کارم داری؟ نه بعد خوب شد. بخواب فرو عمو سفر سفر جان. عمو سفر. آقای باچان فردا فیلم برداری داره. اینجا معذبه، باید بره هتل استراحت کنه، فردا به موقع برسه فیلم برداری. اگه اجازه بدید من ببرمش دوباره میارمش. مرسی. دمتون گرم. چه نمیاد؟ یبن پالانی یا بنت سفر، در غیاب سلمان و در سرداب منزل به شور نشسته ای. چه خبر است یا امیر؟ چرا اینجوری حرف یه سکانس عبوری بهش دادن، فاز سلمان فارسی برداشته. حال کرده ای؟ من دلم باله بابا سفر خیلی میسوزه. امیتا با چانو برده. بابا ما گفتیم پاچانو ببینه همه چی حله. فکر نمی‌کردم دوباره یه درد سر جدید شروع شه. بازی مقابله دوربین با پاچان. آخه اینا کجای دلم بذارم سلمان. سلمان خان راه بنده بریم قربونت بدم دیگه. برنامه عقبی آقا نوکرتم، در این اختیارات من نیست. این تالار بغلیه لچ کرده، موزیکو زیاد کرده، میگه چرا لوکیشنتون بغل ماست. حرفه‌ای باش آقا. استاد من نوکرتم عزیز. اون قضیه روال ازم بهت گفتم، ولی به این شرط که جای وی جی جبار سینگ باشه. باشه. برم بزرگی میکنی کار شرایط روال اوکی مشکل نداره. برو به سلام. آقا برو اعتراضتون رو تایید کنندت بده. خیلی چهره اولش نمی‌کنم دروغ رسما، نمیدونم پیرمرد گناه داره. گفتم اتفاقا می‌خوایم واسه بابا این کارو بکنیم. یه کنسرت داد گفت به جای که رفیق وی جی باشه بابا دوست داره بتمن باشه بزنیم رفیق جبار سینگ. خوبه که حالا اون قابل حله. اوکیه. من برم لوکیشن بعدی هماهنگ کنم بیام. آقا بیا یه دقیقه اکبر برو یه دقیقه تنها بذار. اکبر چیه؟ آقا برو دیگه، خصوصیه دیگه، همه جا هستی. برو عزیزم برو. شوره جان همین آقاییه که سفارششو کرده بودن، ردیفش کن بره اتاق فیلم، لباسش عوض کنه بیا جلو دوربین. برو با تمام میشم. باشه ایمان شربت بده گروه. خیلی خوب.
به جون من. سلام. خوبی؟ سلامتی؟ خانواده خوبه؟ چه خبر؟ چرا اینجا؟ نشستم میگم. آخه ناراحتم اینجوری. ناراحت نیستم. آبی چیزی بیارم. ممنون. بفرمایید. به خدا. من با خانواده مولیکان دوستم. اگه مشکلی داره من حل کنم. بفرمایید خانم من خوبم. ناراحت. سلام خوبی؟ سلامتی؟ سلام. سلام. چیزی شده؟ هر روز دستم دلخوری؟ دلخور که نه، گیجم فقط. به خدا اون روز اصلا نمیدونم یهو چی شد. اصلا قاطی کردم، همه رو به هم ریختم. اصلا دست خودم نبود به خدا. اصلا بهتون بگم شغل خانم. تقصیر شما هم هست. اگه اینقدر با اینو نخندی گرم نگیری، از این داستانم پیش نمیاد. نمیدونستم که توی رابطم با آدم اول بعد از تو اجازه بگیرم. چیکار کرده بود کتکش زدی؟ چیکار کرده بود؟ باید می‌ذارم دندوناشم میشکوندم. مرکم از چشمش دنبال ناموس اینونه. ناموس؟ اکی تا حالا من شدم ناموس تو؟ داداشمی، بابامی، تو اصلا چیکاره ای منی؟ تو اصلا چیزی از عشق و عاشقی و خاطرخواهی حالیته؟ اونم واسه دختری مثل من که از بچگی دوست داشت؟ دغدغه مردای محله ما شده قلدری بیجا و غیرت الکی و چه میدونم ناموس پرستی. ببین ناموس تو وهله اول احتیاج به عشق و محبت داره، نه انقدر رگ غیرت باد کردن. چی حالیته تو از عشق و عاشقی؟ تو حتی وجودشو نداری که به زبون بیاری، کلا سانسوری آقا. آرزو به دلم بود یه دفعه برگردی بگی شله دوست دارم. حالا زورت به اون پیرمرد 70 ساله رسیده که اومده خواستگاری؟ بی خود کرده اومده خواستگاری تو. هر چی که نمیگم. بفهم نفهم. اومده خواستگاری همه شوکتم. دیگه هم برو نمیخوام ریختتو ببینم. در نهایت تونستیم آرزوی دیرینه بابا سفر رو برآورده کنیم. بازی مقابل آقای باچان. البته همون فرخ خودمونه ها. لباس قشنگی. دوله اون چی رو کردی؟ چه خبره؟ سورپرایزه. بریز. تو هم که یه آراویرا کن دیگه. ما فقط به لباسای ما میگم بابا سفر چه بازی کرد. بابا سفر بی‌نظیر بود. ما هم خوب بودی. همه خوب بازی کردیم. همه ها جز یه نفر. من بابا سفر رو چه حسابی اسم کنه بود؟ شاهرخ خان. هیکل شاهرخ خان، بازیش، نگاهش، عکس اوورک، داغون. عین دوبله، عین هرمله دیالوگ میگه مثلا. دوبله چیه؟ من از همون اول نه بالیوود دوست داشتم نه هالیوود. کافه خودم عشق. یعنی یک ذره استعداد بازیگری نداره. صفر زن داشت. کاش فقط تو بازیگری استعداد نداشت. من در جریانم اونجا من استعداد نداره. خودم بردمش دکتر. من که دلم 6 تا بچه می‌خواست از همون اول. اینقدر حرف نزنین. به بچه من چیکار دارین؟ همتون بند کردین بهش. منتظر کسی بودین؟ آچاهه. بیشتره نه بود سلام. 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 سلام سلام. سلام. بفرمایید. اینم عروسی بوده. برادر شله. اسمش می‌نویسم. بفرمایید مبارک باشه آقا اصلا. الله خوش اومدید. باشه از زحمت افتادی. اما باشه شیرینیو بگردون. باشه بده بابا سفر. تا که کنار هم خوشبخت بشیم. اگر موافق باشن پدر و مادر عزیزم به خاطر این میمنت فرخنده من یه تیکه یه آوازی بخونم. بخون مادر. پس با اجازه خان عمو حسن بخوان. من برات یار میشم یار وفادار میشم من برات یار میشم یار وفادار من برات یار میشم یار وفادار میشم لا 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 داداش تو این مورد خوب استعداد داره. خیلی خوب خیلی خوب. به عنوان فرزند ارشد خانواده پالانی با اجازه بابا سفر پالانی عزیز
بابا تو رو به این شب زیبا قسم، تو رو به این شب میمون و مبارک قسم. به ما بگو قضیه این کیفه چیه؟ بابا رو شوک میدادن، میرفت بالا میومد پایین، اون دستش یه دستش بود. همیشه دستشه. به ما که نگفته. باز شود دیده شود بلکه پسندیده شود آزاد شود. کافیه بابا سفر. چیه؟ بگم این سند این خونه و این سند من و این سند خونه به نام مادر شوتره. نه خیرم با این مامان رو داشتم. اونو که تو کردی با من اسم مامانم میدونستی. تعداد فیلم های آمیتا بچن. سال حافظه. صاحب این عکس اینو برای من نوشت و مختص من امضاش کرد. فکر میکنین کیه؟ چه میدونی؟ کی بوده؟ تو میدونی؟ نمیدونیم. میدونی تو؟ فارسی نیست که. الان نه، 22 سال پیش. 22 سال اینو من تو قلبم حفظ کردم. اینجا نگر میدارم، البته چیزای دیگه هم هست، ولی فقط الان اینو بهتون نشون. همش با هم بودیم چند متوجه خودمونه. خدا رو شکر بابا به آرزوش رسید. بله بابا ببینم. لنگه اینو رو دیوار داریم دیگه. بابا با خودش این جمع ببینم چیه، میام رو دیوار خونه هست. یه سوال. چیه؟ که چشاش تیره است. فیلمی که بابا بازی کرد چشاش رنگی بود. چی رنگی بود؟ عزیزم این لنز میذارن این آقای گیریم فیلمشه. دیدی؟ من شک کرده بودم به این. خب حالا اون گیریمه، قدش چی؟ قدش بلنده، این قدش کوتاه بود. دیدی؟ فهمید بدبخت شدیم. سلمان فهمید. من میدونستم یه چیزی هست. شرمندم بابا. بذار من دیگه رازی بگم. وقتی ما همه متوجه شدیم که شما دچار بیماری شدید و سرطان شدید پدر و دکترها شما را جواب کردن، ما تنها کاری که از دستمون برمی اومد این که به شما امید زندگی بدیم، اون آرزویی که دوست داشتید که مقابل پاچان بازی کنید و پدر برآورده کنید. پدر بابا راست میگه، حتی جواب آزمایشات هم دیگه خوب شده، مریضیت خوب شده، اصلا این یه پاچان درمانی بود. بابا فرخ وقتی از کمپ اومد بیرون حتی عاشق عم شوکت شده بود، اینقدر امید به زندگی پیدا کرده بود. ما فقط می‌خواستیم یه خنده بیاریم رو رخت بابا. ولی بابا اگه آمیتا پاچان قهرمانه فقط واسه قصه ها و فیلم هاست، تو قهرمان واقعی زندگی هستی چون به یه انسان امید زندگی دادی. ولی به هر حال بابا سفر من بی‌تقصیرم چون اینا هیچ کدوم هیچی به من نمیگن. خیلی مردی بابا سفر. خیلی دیگه نمیخوام کنمتون رو ببینم. دیگه نبینمتون. یالا ببینم. دیدی سفر؟ اینم آخرش. دیدی سفر؟ دیدی چه خاکی تو سرمون شد؟ دیدی؟ آی بدبخت شدم. بیا اینکه دوباره قش کرد که تو. آی بیای. بابا سفرم دوباره حالش بد شد، اما به خیر گذشت. بابا خیلی منطقی به اتفاقایی که گذشت فکر کرد. خوشبختانه متوجه شد که تمام کارا و تلاشای ما به خاطر بهبود حال خودش بوده. دروغ بچه‌هاشو بخشید، موافق ازدواجامون شد. خدا رو شکر همه چی به خیر گذشت. اومدی به خونت بچه‌ها، دیدی گفتم باباتون هیچیش نمیشه، سالم برمیگرده، 7 جون داره این گربه. مامان چیه این شوهرشون خودمه، خروج میدم با خودمه، فداش بشم با خودمه، فداش بشم به شما چه ربطی داره؟ نه جلو داریم چیه؟ تو دیگه
برو تو. سلام اولید خانم، سلامتی؟ علیک سلام. مرسی. آقا سفر اومدم به سلامتی. خب خدا رو شکر چشمتون روشن. کیا رفتن دنبالش؟ شما نرفتین؟ نه اب نداره. دکتر چی گفت حالا؟ اصلا چطور یهو اینطور شد؟ الان پول بیمارستان کی میده؟ زیاد شد، کم شد، بیمه میده. این شما برو از آقا پسر بپرس. به نظرم بیمه با یه چیزی. هرمز نفس بکش با. صبر کن. من میخوام جواب یه سوال تو بدم تا شب اینجا وایسم. اولید خانم چی پرسیدم؟ خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت شما میهمان‌های عزیزی که امشب در جشن تولد بارود عزیز آقازاده آقای تایتان حضور پیدا کردیم. میخوام دعوت کنم از تایتان عزیز و دوست داشتنی یه دست خوشگل به افتخار تایتان بزرگ. حال خوب من به چشات بستگی داره، جز تو کسی رو قلب من دست نمیذاره. میخوام تموم لحظه هامو با تو باشم، با ارزش برای من ثانیه هاشم. شیداری خدا توی فکر من لحظه تولدت بود، دل رو بازرین منظره برام اون چشای خوشگلت بود. شما رو فوت کن آرزوی تو آرزوی قلبیمه، قلبمو برات خواهد میکنم مال تو تقدیمه. انگاری خدا توی فکر من لحظه تولدت بود، دل رو بازرین منظره برام اون چشای خوشگلت بود. شما رو فوت کن آرزوی تو آرزوی قلبیمه، قلبمو برات خواهد میکنم مال تو تقدیمه. خندیدن اینو میگی، با زبون بدن دوستم دادی، سخت به زبون بیادی. آفتاب گردون جو میگیره با نگات میگردونه، سرشو سمت چشات تو خورشیدی، نور و روشنی میباری. حاجان جان ما مسافرت کجا میریم؟ بمبئی. بمبئی نہیں جزایر قناری. بمبئی قناری ہے، قناری ہے. قهراه. اصل خانم، اصل گیسو، اصل عشق. بعد از اینجا بریم ساندویچ بخوریم، یه فلافل مشتی. به شرط این که توی نون باگت باشه یه دونه نوشابه دوتا نیم توش. خانم دوست داری اولین مسافرت زندگیمون رو کجا بریم؟ آقای میلانی. آقا میلانی یعنی چی؟ الان بگو بابا بگو. اکبر با شروع کرد. خب ما کجا بریم هممون با هم اسپانیا. بابا آخر میبریم اون اصفهان. ما بریم برزیل. شما تا اصفهان ببریم حله. چرا بهت میگم اکبر؟ من نمیدونم، سلمان بیشور میگه. میگم برای زندگی آینده‌مون بالاخره باید بدون شهر زندگی کنیم. شهر شما یا شهر ما با زندگی کنیم. نه من دوست دارم همینجا تو تهران باشیم، نمیخوام برم شهر. هر جایی که باشه من قول میدم که تو آینده زندگی رویایی براتون درست کنم. ممنونم. پسرم من پسرم نگو. باشه هر چی تو میگی. چی دوست داری قربون؟ موتور برام عوض کن. یه شرط یه هفته بری شما. اصلا آبجواتیشو سپردم بخواه. شوله اینجا بعد به من بگی آجی باش